با فیض و به احسانش ماهی رمضان آمد، با رزق فراوانش ماهی رمضان آمد. با فیض و به احسانش ماهی رمضان آمد، با رزق فراوانش ماهی رمضان آمد. زین امر خداوندی سرپیچ مکن هرگز، زین امر خداوندی سرپیچ مکن هرگز. ای بنده به فرمانش ماهی رمضان آمد، ای بنده به فرمانش ماهی رمضان آمد. بگشاد در جنت دوزخ درش بسته، بگشاد در جنت دوزخ درش بسته. چون هدیه رحمانش ماهی رمضان آمد، چون هدیه رحمانش ماهی رمضان آمد. از تشنگی ترسانی و از گشنگی لرزانی، از تشنگی ترسانی و از گشنگی لرزانی. الله کند آسانش ماهی رمضان آمد، الله کند آسانش ماهی رمضان آمد. یک ماه به ما مهمان، یک ماهی پر از احسان، یک ماه به ما مهمان، یک ماهی پر از. سلام علیکم دوستان عزیز، روزی همه شما بخیر شدی باشد. خوش آمدین همه کسا به کانال ما. یکم روزی رمضان، همه شما را تبریک میگم به ماهی بزرگمون. خداوند در این ماهی بزرگ چی آرزو هوس داریم، به آرزو هوسمون برسیم. بیمارمون خداوند شفای کامل عاجل نصیب گردانه، به فرزندامون خداوند فرزند سالم و صالح نصیب گردانه. خداوند ایمان مون مستحکم گردانه، گناه های ما را بخشه در این ماه بزرگ. ولاگ امروزه را سر میکنیم دوستان عزیز، تا آخر نوار با ما باشین. در اینجا باشه یک هفته پیشه که خواهر مای وطن اومده بودن، کم ترک علفای بهاری آوردن، راستش دستشون گرفته اومده بودن. روچنای تحقیق کرده اینجا آوردن، بگیم ای ما از 30-40 کیلومتر دورن. ما بعد یک روز پس رفتیم سر اونا علف و ایران میشوه. خیلی خیلی تازه کردم، تازه هم نکردیم، خیلی آوردگی تازه کردم. با علف جای بیزبش گرفتم، کم ترک شیله انداختم برای کودکورا. راستی کودکای ما خیلی علف های وی را دیدگی نیستن. امی اسپالاک قاقوف گفته وی کردستن، در شیله انداختم. آچه با قاقوفم علا وی میکنه شیله میکردیم گفته. خیلی کودکا میگم قاقوف نیسته، بچه خیلی کم کمک در یادش هسته، 4 ساله بود آمدن نشته، کم کمک در یادش هسته. همین مانندی قاقوف کرده، خیلی خشرو خوردن کودکا. محکول شون شد، کم ترک اول چشیدن خشرو به مزه باشه ما میخوریم گفته. خیلی علف رنگ اوقتم خیلی میکنه. اسپانلاکا را من تازه کرده بودم، خشرو کرده با نشاشون خیلی سیاه شدگی بود. بعد دیم باره نگرفتم، نگه که خشرو تازه کردگی نیسته، دیم باره نگرفتم. اول خشرو تازه کرده موندم، خیلی یک طرفه کرده تا شیلم جوشید و شد که با سیاه شدن. اینم خیلی دخترها و کردم چکه کردم شد. در اینجا باشه یک نمود بلوچکای آسانک تیار میکنم تا آخرین آوره با ما باشه. 250 گرم شیر در اینجا، شیر نیمگر، یک قاشق کلان دراژم خیلی پچکگی ها گرفتیم، روز ویسایتش
8 грамм дрожжа, 1 қошик калон шакара хушрук карда якҷоя мекунем. Баъд 200 грамм орд мендозем. хушрук карда якҷоя мекунем. 10-15 минут боре меиста. баъд гирифта мондагӣ орду мондагӣ маҳсулотро мендозем. духтаро то охири навора бо мо бошед. ҳамаша нишон додагиам. صلوا عليه شافع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة صلوا عليه شافع баъди 15 минут ман хамира гирифтем. духтаро камтарак намак, 3-4 қошиқ шакар андохтум. ширинтар хоҳем ва бисёртар андозем. мисол 5-6 қошиқ андозем мешавад. инами хел хамир тайёр шид. 2 дона тухм мендозем. баъд дар охир 90 грамм маска дар кораем. маскаи температураи хона бошад. 400 грамм орд мендозем. ман чӣ надорум, миксерои калон надорум. миксерои калон бошад ин маҳсулотро мендозӣ, орда мендозӣ, ба ҳамун миксер мезанӣ, худаш тайёр мешавад хамирмон. хамира тайёр карда метиягӯем. баъд дар охир маскара мендозем. 90 грамм маска дар кора мемонад. خمیر ما نمیخواد تیار شد دخترها. 2-3 минут боре мехелемша. بعد در جای گرما پوشانده میمونیم که خشرو رسه. خمیرمون میخواد تیار شد دخترها. روشون پوشونده میمونه تا رسیدنش میسته در جای گرمی. بعد در اینجا تست 20 درجه در کره. من میخوام بلوچکایی بگم که یک سلویش درجه یک سلوی دیگهش 20 درجه میخواد تیار میکنم. میخوام تنه کرده ماندم چنی لیستی دخوفکم بگم 4 کنجاک لیستی دخوفکم. میخوام چین کردم تنه کرده ماندم کم ترک ملایم ترکای تا خمیری بلوچکه ما رسیدن بگیم در مرزلنگ ماندم. نمیخوام خمیری بلوچکه ما خشرو رسید. 2 زوالچه کردم. از یک تشه تنگ میکنیم. یک تشه میخوام یک طرف تا پیچونده میمونه. نمیخوام تنگ میکنیم. ایران بگیم امی چینی نمو تستایی که تیار کردیم چینی نمو میکنیم. ایران بگیم دامی لیستی دخوفکم چین میکنیم شتابی هردش یک چینه بیاید. انا ایرا تستا بگیم تستی درجه ما تنه کردم. انا ای تستای 20 درجه انا میخوام در بلاش موندم. از بگیم چپا میکنیم. تستای درجه ای درون میآید و تستای 20 درجه ای بالا میآید. не обязательно که دخترش ما تستای 20 درجه داشته باشن. ایده مرزلنیکی بود. مرزلنی خیلی که میدونیم برای ماه شریف رمضان ذخیره میکنیم. یگان گوشت یگان چیه که مثال سراسیمه ایم تست تیار میشه و یگان تست فطیر سموسه. برای همین من ایرا گرفتم. چند قشی در خلدنیک بود مرزلنیک ده بعد گرفتم شه. چخاله که دیدین دخترها تست 20 درجه ای ته و دروژدار و ای بالا نمیخوان میبریم شه 4 کنجا
بعد اختارو ما ایرا بگیم که نمیخوای وارنی میکنم پیچونده میمونم در همین لیست دخوفکا روغن میکنیم خیلی پیچونده میمونیم روشو میپوشونیم تا خودش دم کردن مثلا 15 minut دم خیلی دم خشرو میکنم 20 minut یا که 1 ساعت میخوای تا دم کردنش میسته دم خشرو که کرد بعد میپزیم در 180 گرادوس 20-25 minut تیار میشه بلوچکای با مزه خشرو آمد میخوای وارنی کردم شما اگر خواهیم با شیرین تره کردن ایتگی مثال میخوای وارنی اول کم ترک شکر پوشین شکرش بسیارتر شیرینی بعد نامده می تیار کردگی ایما بگیم وارنیوش در بینش کم ترک بود شیرینی بعد نامد برای امی اگر که شیرین تر خواهین شکر پوشین بعد وارنی کم ترک امی کودکای ما بسیار دوست میدارن خیلی بلوچکایی که درنوشته وارنی داره بلوچکا میکردم همش بلوچکا را کشوده میموندن درشته وارنی داره گفته بعد اینم خیلی اخترا وای کم کم کارچکتی خیلی سراخ میکنیم مثلا رنگی گلچه برای وای میشود بینین اوزی نه وقت تا ایسنش ما پیچوندم اوجه دم خشرو کردگی خودش خیلی باید 10 minut 15 minut برای میمونیم ایسته چه خیلی که گفتم تا دم خشرو کردنش ما میمونم ایسته تا رو گرفتن بلوچکامونه ما زولای دیگریمونه تنگ میکنیم برای خشرو با مزه شیدنش با شیرین تر شیدنش ما وقت تنگ میکنم با 2-3 قاشق دیگه شکر میپوشم اشتابی که خیلی با مزه خشرو بیایوش بعد کاریچه هم خیلی یک نمو زبخ خشرو داره برای پیچونیای برای بلوچکای دیگر چه باشه به زبخ خشرو انا خیلی میپیچونم تا او بلوچکا موندم گرفتنم بگیم ایرام خیلی تنه کرده پیچونده شیدم خیلی 20 minut 25 minut اوش پزه بایش خیلی دم میگیره تا پختنی اوش خیلی 30 minut میگذره و خشروتر میشود کده که رو گرفت با خشروتر وای میکشه خشرو میاد نبینین چند قاق شید اوزی بعدی رسیدنش با نشونید اینای بلوچکا را بینین چند قاق شیدن همین سالیونی 20 درجه وی تستش ای بالا اومده گه بینین وقتی ای بالا کردیم خیلی رنگی و سامبوسا همین خرستیش میده بالاش رنگی تست سامبوسا بالاش اونده باشد تخم شکیدم مختارا بعد شکر میپوشیم کم شکر میپوشیم در دخوفکا 180 گرادوس میمونه 20-25 minut تیار میشه امیر روزا بگیم بی هنفه به حد غمیتیا یگون کار کردنی نمیمونه همه کار تو چقه خود تلفن باشه خود درنمی یگون پخت پز باشه همه چیده چقه اینم خیلی اخترا بلوچکای من پخته تیار شدن مولای مک خشرو آمده گن که و کک درنش حاضر باشه کم ترخنک شوه یک تشه شکسته شما در نشان میتیم درونش هم بگین چه خشرو آمدگیه بعد اوشم خیلی ایستاد بگیم اوشم موندم آزی میمونم دخوف کده اوشم خیلی روشه تخم کرده شکر خواهین شکرش بسیار ترک پاشین و با مزه خشرو میاد ایشا میمونیم در دخوفکا دخترها ایشا خیلی بعدی تیار شدنش دیگه سیونکا نکردم دیگه ای روز بود بعد انم خیلی موندگی علافورا میده کرده ریزه کردم یک دو پیازم خیلی سرخ نکردم پروسته کم کک روغن انداختم یک ویش دادم تفش دادم گرفته علافای ریزه کردگی من یک جای کردم کمتر روغن گاوی داشتم ژیر بگیم کوبی ریزه کرده انداختم
اینجا بگیم که همین 10 دانه یا 12 دانه ساموسا میشود. یک زوالا گرفتم، زوالای کلانتر گرفتم. از باشه ساموسا میکنم. خیلی همه شما میدونین تست ساموسا را چقدر تیار میکنن وای میکنن. از ساموسا میکنم. بعدی ساموسا پختنم بگیم دیگه نشونم ندادم دخترها. خیلی همه تون میدونین. من خیلی کم تقسیمات کردم زیر بخشه. اینا دوستانی عزیز بیبی حنیفه ما راهگردان شده. بسیاری میپرسن چی به نشانه میتشه. خدا را شکر که اینا راهگردانک شده. بگم یک جدا نمیشینم. خیلی میغلطه با میخیزه میغلطه با میخیزه. بگه روز میشه تکسری کشکایی. تکسری ها را میگیره روز میخونه. ایسو میکشه اوسو میکشه. همین روزی دروز بگم که تکسری میکشه. نمیدونم چی به قدر بالشته را دوست میداره. همین روزم دو بالشته میده را همین ایدر گرفته کشه کرده بیرو برامده استه. خیلی خدا را شکر اینا از 1 ساله نشده. به نزدیک شکرانه خدا که 1 ساله میشه دخترچه ما. به حد غمته یک شدگی یک جدا نمیشنه. همین روزی دروز ای کافای همی میدوه. کودکای موزی و خدنای نصیب باشه ای روز دوشنبه مکتب میرن. خیلی با خیلی کارم سبککی یا نگاهش میکنن. روزانه کمی بعد خمیره شو. خیلی خمیره یک بار 2 بار میخزنه. نیکی روزانه کمی بعد خمیره ده روز 1 بار بگیم خمیره. خودش به خودش بازی کرده 6 تا. این بالشته میگیره میگم یا بالشته میده بیتی میشه. بالشته میده که نمیگیره می کلونه. خیلی کلونه باشه خیلی سبککیو همیره کشه کرده میگرده. این برف باشه روزای 28 دوستانی عزیز. خیلی برفای کتا زده است. کم تقسیمات کردم. ممکن اخیران برف باشه. هزار رحمت کلان دوستانی عزیز برای دستگیریاتون، برای سخنهای نیکتان. کانال ما را دستگیری کنین. انشاءالله با ویدیوی نو می شود. دیرتر کم که باشه با حرکت میکنم بهر شما ویدیوی نو.